الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الرسل محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، حيث قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، جوانان عزیز، هموطنان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بدون شک اسلام به حیث دین و دنیا، و یا به عبارت دیگر به حیث دین و نظام، که از ویژگی ها و خصوصیت های دینی مبین اسلام است، با حکم کمال، شمولیت، جامع بودن و جاودانی بودنش در تمام مجالات زندگی برای انسان و جامعه بشری برنامه دارد. ولی افسوس به حال بشریت به شکل عام و افسوس به حال جوامع اسلامی به شکل خاص که از این برنامه زندگی استفاده نمی کند. وقتی که صحبت از کار و کارگر می شود، اولا یک جمله که سری از این انشاءالله به تفصیل صحبت می کنم. یک هموطنی عزیزی پردرد خود در اینجا دیدم که وقتی که من داخل مسجد شدم به من میگه که پیرامون کار صحبت کن. این تنها درد ای نیست، درد میلیون ها افغانی بیکار است که امروز در کوچه و بازار تعدادی که خداوند به او توفیق داده است، ایمان دارد، عقیده دارد، مسلمان است، فقر، تنگدستی، بیکاری، مریضی، همه مشکلات متقبل می شود، ولی دست به خیانت و سرقت نمی زند. که الحمدلله زیاد افغانای ما به این صفت الحمدلله متصفند. ولی تعداد متاسفانه به جنگ آمد، به تنگ آمد، به جنگ آمد. در نتیجه همین بدبختی دست به کارهای ناروا و سرقت و همچنین با آنچه که در اسلام مجال ندارد دست میزنند. به هر حال نکته‌ای که میخواهم که به او اشاره بکنم و در آخر صحبت انشاءالله توضیح بیشتر خواهیم داشت، این است که افغانستان هم از روز کارگر تجلیل میکند. نمیدانم که کدام کار و کدام کارگر و کدام دستاورد در مجال کار و کارگر و کدام مشکلات های کارگر در افغانستان حل شده است. اگر فرانسه تجلیل می کند، اگر امریکا تجلیل می کند، اگر انگلستان و جرمنی، هالند و دیگر کشورهای اروپایی و یا اروپای شرقی اگر تجلیل می کند از روی کار و کارگر، دستاوردهای بزرگ صنعتی دارند.
درست است، بیکاری در تمام جهان امروز یک مرض است. در افغانستان هم بیکاری وجود دارد، در اروپا هم بیکاری وجود دارد، میلیون ها انسان بیکارند. ولی در اونجا در نتیجه چه چیز بیکاری به وجود آمد و در افغانستان در نتیجه چیز؟ در اینجا برنامه وجود ندارد، چیزی زیر عنوان کار و کارگر، کدام پروژه و کدام نساجی و کدام برنامه مشخصی که افغانها سرگرم کار باشن، نه خیر. در اونجا همه چیز انجام دادن، صنعت به اوج خود رسیده است، پروژه های کاری تکمیل شده است. امروز یعنی قوای بشری نسبت به کار بیشتر است، لحاظا تعدادی از مردم بیکار می شوند. اما در وطن ما این نیست که در نتیجه بحران اقتصادی تعدادی از هموطنان ما از کار تنقیص یا بیکار شده باشند. وجود نداشت، چون این برنامه وجود ندارد. به هر حال دوستای نهایت عزیز، اسلام عزیز به اندازی که پیرامون کار مطلق نه، کاری تنظیم شده، کاری که مدرکی از او، منبعی از او مشروع باشد. آغاز تلاوت به آیه مبارکه شد که الله جل ذکره می فرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. بگو به جوامع اسلامی، به مسلمانان، بلکه به تمام انسانها عمل بکن، خدا و رسول عمل شما را ارزیابی می کند. کلمه عمل در اسلام عمل اخروی و دنیوی را در بر می گیرد، همان طوری که نماز در بر می گیرد، تجارت در بر می گیرد. و همچنین حدیثی که حضرت ابو هریره روایت کرد، پیغمبر بزرگوار صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند خداوند پاک است، نمی پذیرد مگر چیزی پاک را. و می فرمایند الله مؤمنان را مکلف ساخته است و امر کرده است با آنچه که انبیا را امر کرده است. به انبیا فرمود یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. ای انبیا، ای پیغمبران، بخورید، استفاده کنید از چیزهای پاکی که براتان داده شده است و عملی نیک انجام بدید. همانطور به مؤمنین می فرماید یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. استفاده بکنین ای مؤمنان از آن چیزهای پاکی که براتان رزق دادیم. واشکروا لله، شکر الله را بجا بکنین. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر فقط الله را میخواین که عبادت بکنین به یگانگی، طریق عبادت امین است. و حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها روایت دارن که می فرمایند که هیچ کسب انسان و هیچ عمل انسان پاکتر نیست از آن لقمه‌ای که در نتیجه آبله کف به دست می آید. آن لقمه‌ای که در نتیجه آبله کف دست به دست می آید، از آن لقمه هیچ لقمه پاکتر نیست. و فرزند انسان هم از کسب پاک انسان است که در این موضوع اشاره به طرف ایست که انسان حتی تا به وقتی که خود قدرت داشته باشد، توان داشته باشد، از آبله کف دوست خود بخورد باید، حتی منتظر نباشد که اولاد به او طعام و غذا تهیه کنند، بلی در صورتی که رو به عجز، به پیری و به ناتوانی می کند و قدم به کهولت، به سرحد و صحرا یا ساحه کهولت و پیری میگذارد، در آن صورت نفقه پدر و مادر بالای انسان واجب است، ولو که پدر و مادر در دین به انسان شریک نباشند. پیغمبر اعظم صلی الله علیه و سلم در اینجا به ما اطمینان میدهد که اگر در حالت ضعف و ناتوانی، فقر و بیچارگی، اگر
نفقه‌ای که از طرف اولاد براتان تهیه می شود و خدمتی که اولاد میکنن، نفقه شما را ادا میکنن، در اینجا تشویش نداشته باشین که این مفتخوری است. مفتخوری نیست. چرا؟ این فرزندم از کسب خودت است. حدیث شریف پیامی بسیار قوی دارد که در صورتی که انسان توانی کار نداشته باشد و سرمایه نداشته باشد، در اینجا نفقه و رزق پدر و مادر بالای اولاد واجب می شود. اما در دلتان پیام حدیث و فقه حدیث وقتی که دقت بکنیم تشویش نداشته باشیم و یا اینکه منت بالایتان اولاد نباید بگذارد، بلکه اولاد خود اولاد از کسب و کمایی پدر و مادر است. بنابراین همان طوری که از لقمه دست خود انسان نان حلال می خورد، از لقمه دست فرزند خود اگر نان می خورد او حلال و پاک است. اینجاست دوستای عزیز که پس میم سری موضوع که وقتی که به اسلام برمیگردیم، اسلام عزیز مابین منابع کار و مصارف و وسایط سه نکته را در اینجا تنظیم کرده است. منابع کار، منابع کسب باید مشروع باشد. انسان به تجارت نامشروع اجازه ندارد که دست بزند. موادی که مواد تجارتی است باید او مشروعیتی از او از طرف شریعت او کشیده باشد. یک انسان نمیتواند که در خنزیر تجارت کند، در مواد مشروبات الکلی تجارت کند، در مواد مخدر تجارت کند، لباسهایی که از خارج به افغانستان میاد، البسه‌ای که خصوصا برای طبقه نسوان زنها به افغانستان وارد می شود، هم از دیدگاه شرع تجارت در این نوع البسه حرام است قطعاً. چرا؟ به این معنا که یک زن افغان از لباس اسلامی و افغانیش بیرون کردن و فقط تنها به هر دو شانه از او یک چیزی زیر لباس، رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الاخره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید. بسیار زنانی هستند که لباس پوشیدن ولی در روز قیامت متاسفانه برهنه حشر میشوند. علتش چیست؟ لباس مطابق شریعت نبود. لچ که امروز ما و شما میبینیم در اکثر مارکت های افغانستان بگردین، چاری کابل، یک لباسی پیدا کرده نمیتونین که او به زن مسلمان مناسب باشد که او را بپوشه. اینجاست دوستای عزیز که همچنین موارد تجارت، همچنین موارد ترویج، همچنین لباسها و عین شکل تجارت در فیلم ها و سریال های مبتذل، تجارت نامشروع است. اجاره، قسمی که خدمتتان عرض شد که در اسلام بزرگترین عقد تجارتی است. از ساخت یک بود تا ساخت طیاره ها که ما در فقه اسلامی زیر استثناء یعنی طلب صنعت داریم. و همچنین انسانهایی که در مجال نامشروع استخدام می شوند عملشان نادرست است. یک کس افتخار میکنه که ما انشاءالله میخوایم که بخیر امسال حج برم. خب پول از کجا آمده است؟ پول از رقص. و یک کس از طریق رقص و کارهای نامشروع پول جمع میکنه که مسجد بسازد. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. خداوند پاک است، پاک میپذیرد و قبول میکند. هر پول و هر مالی که از طریق نامشروع به دست آمده باشه به او عبادت نمیشود، بلکه باید او به شکلی قطعی از ملکیت انسان بیرون شود و انسان به الله رجوع بکند و توبه بکند. اگر مالکی از او مشخص باشد و به زور یا به رشوت یا به سود اگر به دست آمده باشد، به مالکش مسترد شد. اگر از دیگر طرق نامشروع به دست آمده باشد، او باید از ملکیتت او را خارج بکن تا اینکه روابط خداوند یا رابطه و علاقه خداوند به تو درست شود. دوستای عزیز، اینجا است که ما اگر از احساسات
دور شویم. احساساتم یک انگیزه البته درد دارد. در اینجا ما بالای شخصیت هیچ فرد یا با شخصی هیچ کس کار نداریم. کل مشکل ایست که نظام باید درست شود. کل مشکل اینجا است که باید این ملت از این بیشتر ذلیل نشود، این مردم از این بیشتر بیکار نشوند. همگی برادرها میدانیم که ما چند پروژه عامل منفعت داریم که دو برای ملتمان، برای مردممان کار پیدا کرده باشیم. کدام چیزی وجود ندارد. اگر کارخانه های سابق وجود داشت، کارخانه قند، کارخانه نساجی گلبهار، امروز در اونجا که میریم، یعنی 30 سال قبل مقایسه بکنین با 30 سال بعد، باید کارخانه های افغانستان امروز از کارخانه های کشورهای منطقه پیشرفته تر می بود. اما حتی بقایایی که از بنیاد کارخانه ها بود متاسفانه مردم او را چور و چپاول کردن. کار به معنای نیست، طبق هر زمان کار است که ما یک کارگر برش بگوییم که برادر عزیز اینجا اینجا پیش روی دروازه استاد باش تا وقتی که دفتر زنده است برات 100 یا 50 دلار میته، دفتر که از بین رفت خداحافظت. وقتی که ما میگیم زمینه کار، کارهایی که او اساسی باشد، ایجاد و تأسیس پروژه های عامل منفعت ساختمانی برابرت که به سرک های ارتباط داشته باشد، به تعمیرهای ارتباط داشته باشد، به کارخانه ها ارتباط داشته باشد و پل ها ارتباط داشته باشد، به برق ارتباط داشته باشد، کارهای عامل منفعت. بلی بیکار در روسیه هم است، بیکار در افغانستان هم است. گپ خدا تکرار میکنم، بیکار افغانستان با بیکار روسیه فرق میکنه. هزارها انسان در کارخانه ها کار میکنن، هزارها انسان در پروژه ها کار میکنن. اما به من نشان بدی اگر یک تعمیری هم که بخوایم بسازیم میبینیم که ماشاءالله 90% کارگری از او غیر افغان است. درست است، ما با کس بخل نداریم و ما افتخار میکنیم که افغانستان جایی باشد در آینده کشورهای منطقه در اینجا به خاطر کار مردمش بیاید. یک کشور اسلامی است، دروازه هایش به هر مسلمان باز است. لکن ما وقتی که به اسلام برمیگردیم، اللهم اغفر لی، اول خداوند مرا ببخش، باز پدر و مادر ما ببخش. وقتی افغان خودی ما بیکار باشه و گریسنه باشد، او را استخدام نکنم و از او کار نگیرم، پول به او نتم و از دیگه جا استخدام بکنم، این کلان ظلم است در حق ملت. و یکان وقت هم ایتو استشهاد میشه یا بهانه میشود که ببین مثلا بیکاری یک قضیه بزرگ جهانی، در هندوستان چند میلیون انسان بیکار است. تمام افغانها 30 میلیون فکر کنم نفوس بیشتر نیست. اگر بیشتر هم باشن شاید 7-8 میلیون افغان در خارج باشه. فرق میکند، برابر یک ولایت کوچک هندوستان نیست افغانستان. ولی بازم در اونجا نظام است، کار است، پیشرفت است، صنعت است. ولی متاسفانه در اینجا هیچ چیز وجود ندارد. میگه امنیت نیست. بسیار خوب، یکی از جمله اسباب فقدان امنیت بیکاری است. یک انسان میگه به تنگ آمد، به جنگ آمد. به این توکل به خدا زمینه کار مهیا بسازیم. یکی از جمله اسباب فقدان امنیت بیکاری است. اسباب و انگیزه های امنیتی متعدد است. سببی ایدئولوژیکی و عقیدوی وجود دارد، سببی بیکاری وجود دارد، نتیجه ظلم. یک انسان خانهش به ناحق از پیش گرفته شده است، یک کس خانهش از پیش گرفته شده است، یک کس به ناحق بچهش کشته شده است. هر چی که میدود قاتل بیغم چکر میزند و صدها قضیه دیگر و ظلم دیگر که در حق مردم شده است. این همه اسباب بی امنیتی است. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. امنیت فقط دو نکته تامین میکند: تامین عدالت و ایمان به خداوند.
ایمان به خداوند و تامین عدالت. وقتی عدالت تامین شد ظلم نباشد، امنیت تامین است. ایمان به خدا و تامین عدالت. اینجاست دوستای عزیز، از این بیشتر وقتا نمیگیرم. بار دیگر خلاصه میکنیم صحبت خدا به این که واقعا کار در اسلام و کارگر در اسلام از جایگاه خاصی برخوردار است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید طلب کسب الحلال فریضة بعد فریضه. طلب کسب الحلال، کار حلال یک وجیبه است، وجیبه بعد از وجیبه ایمانی، بعد از وجیبه اعمال صالحه، از نماز تا روزه تا حج تا زکات و غیره. فریضه یا فرضی که ارتباط میگیرد به حیات انسان کسب حلال است. چرا؟ به خاطر از اینکه ما به دو چیز ضرورت داریم، دو مسئولیت بزرگ داریم به حیث خلیفه خدا در زمین. مسئولیت اولمان عبادت پروردگار، تطبیق قوانین الهی و زندگی خود و جامعه خود را در روشنی نظام الهی منظم بسازیم. دو، تعمیر زمین، تامین حوائجمان از طرق مشروع. طرق مشروع کار، تجارت مشروع، کار مشروع و زراعت مشروع، صناعت مشروع. ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. وقتی که ما بدون کار و بدون حرکت و بدون نان و بدون آب، بدون مسکن زندگی کرده نتانم، خدا را پرستش کرده نتانم، این همه به ما واجب می شود. کار بالای واجب است تا زنده بمانم. کار حلال، طلب کسب الحلال فریضة بعد فریضه. کسب حلال و کار درست و مشروع یکی از واجباتی هست مثل واجبات عبادت. این زمینه باید مهیا شود دوستای عزیز و مشکل نیست که ما بتوانیم که از آنچه که در دسترسمان است، قسمی که براتون گفته شد، 4 معدن در افغانستان ما فعال بسازیم و این کفنکشایی که قرارداد میکنن، این کفنکشایی که قرارداد میکنن و این کسانی که از این طرف قرارداد هستند باید ارزیابی شوند. قرارداد با کی و کی قرارداد میکند؟ اگر 4 معدن در افغانستان، استخراج 4 معدن در افغانستان اگر فعال شود، با امید پروردگار گلیم بیکاری از افغانستان بسته میشه. و 4 پروژه، ولی چیزی وجود نداره، هیچ برنامه نیست. بنابراین دوستای نهایت عزیز، یک چیزی که در اینجا قابل تذکر است ایست که وقتی که حکومت برنامه کاری نداشته باشد، ما چطور بتوانیم که به مردم خود کار پیدا کنیم؟ الحمدلله اگر از یک طرف طبقه فقیر و مسکین و بیچاره است، الحمدلله مردم خوب و سرمایه دارم داریم. ما میتونیم که یک خانه را به 10,000 افغانی آباد بسازیم. ببینیم اول تشخیص بکنیم که نمی کسی میگه که او بیادر ما به یک کراچی ضرورت دارم، یک کراچی را به ما فعال بساز و میدانیم که نمی بیچاره کار میکند، زحمت میکشد. ما یک مثال زنده براتون میارم، متوجه باشید. یک کسی سال گذشته یا 2 سال قبل بود یا 1 سال قبل بود، همینجا پیدا شد. از چهره آدم فهمیده میشد که آدم گدایگر حرفوی نیست، انسان بسیار معزز است و کار و تجارت از دست داده است. ای به ما گفت که یگان اهل خیر پیدا نمیشه و که فقط 3,000 افغانی به ما بده. گفتم چی میکنی؟ گفت که میخوایم که یک کار و باری رو شروع کنم. خوب خیر، کسی از اهل خیر پیدا شد، 3,000 که 5,000 افغانی. یک روز در خیرخانه میرم که الحمدلله اینمی آدمک میدان فروشی میکنند. آمد دمی مرا گرفت، پیش روی ما آمد. دیدم که الحمدلله یا از کیست از خودم صاحب، اما چند ماه قبل که کمک شده بود برای من. این ملت، این مردم همراهشون اگر کمک شود، سختترین و الحمدلله قوی ترین قوای بشری جهان افغانها هستند.
میتونن که زندگی خود تنظیم بکنن. برادر، تو به زبان همکاری کن، تو به 4 پولت همکاری بکن، از دستی برادرت بی از مرگ نجاتش بدی. حالات بسیار خراب است. یک تعداد حرفویایی هستند که متاسفانه در نتیجه معتاد بودن به مواد مخدر 1000 قسم دروغ میخورن. چطور شد و چه کار شد؟ ولی تعداد زیادی از مردم شریف وجود دارد که کار وجود ندارد، عوایدی وجود ندارد، حیاتشان تهدید می شود، حتی پولی ندارند که اطفال خود معالجه یا تداوی بکنند. بناهن از تمام برادران معزز که ما نه تنها فکر کنم که شنونده و بیننده ما همین برادرانی اینجا تشریف دارن یا خواهرانی که در مسجد زنانه هستند همین قدر نیست. بناهن ما از خلال همین رسانه از تمام برادرانی توانمند و غنی مسلمان، تاجر مسلمان خود، بلکه تاجر نمیگم، امکان دارد که یک کسی هست که توانی 100 روپیه کمک به برادری مسلمان خود داشته باشد، شرط نیست که تاجر باشه، و میبیند که یک برادرش در حالت هلاکت است، در حالت از هم پاشی است فامیلش. از دستی برادرای من بین بگیریم. دوستای عزیز، ما هم همین دعا را میکنیم که کسی که پروردگارا به این امت، خصوصا به این ملتی بیچاره که جزء امت اسلامی است، ملتی هست که همیشه به خاطر دین جان داده است، خون داده است، از هر چی که داشته تیر شده است. الهی اگر گناهگار هستیم، قطرات خونی که به خاطر نام تو در این سرزمین ریخته، همون قطرات خون شهیده وسیله قرار میدیم که بالای من رحم کن. از این بیشتر ما را ذلیل نساز، از این بیشتر ما را بیکار نساز، از این بیشتر ما را به دامن یهود و نصارا و دشمنات نانداز. الهی از دست ما خودت بگیر، تمام مریضها را شفای کامله و عاجله نصیب کن. برادران و خواهرانی که تقاضای دعا کردند به خاطر حل مشکلاتشان، الهی مشکلاتشان را حل بساز. الهی از همگی ما و از همه مسلمان ها راضی باش. در هر جا که مسلمان ها به خاطر سربلندی دینی تو مبارزه میکنن، خدای کامیابشان داشته باش. کسانی که علیه اسلام و علیه وطن ما دسیسه میکنن، الهی نابودشان بساز. اللهم صل علی محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.